این 4 تا کار رو در حق بچه‌تون نکنید. 1. جلوی تفریح کردنش رو نگیرید. ما نسلی بودیم که توی زنگ تفریح مدرسه هم لغت ادبیات و زبان میخوندیم و فکر میکردیم تفریح اتلاف وقته. اشتباهه. بذارید بچه‌تون تفریح کنه. 2. بچه‌تون رو به خودتون وابسته نکنید. خونه خوبه که بچه ازش بره، نه اینکه بمونه. بچه ترشی نیست که نگهش داشتی، باید مستقل بشه. 3. زندگی نزیستتون رو به بچه‌تون تحمیل نکنید. یعنی پدر دوست داشته دکتر بشه نشده، زور میکنه بچه‌م باید دکتر بشه. دوست داشته فوتبالیست بشه نشده، بچه‌م باید بشه. به خاطر همین الان پدر مادر و بچه رو از کلاس موسیقی در میارن تو کلاس ورزش، از ورزش تو هنر، از هنر تو زبان. اصلا بچه نمیفهمه داره چیکار میکنه. و 4. زندگی پره‌قویی براش نسازید. همه چیز در اختیارش قرار ندید. وقتی بچه‌ای ماهی 30 میلیون تومان پول تو جیبی میگیره، خب معلومه بعداً سر کار نمیره. میگه من برم سر کار، بابام پول تو جیبیمو قطع میکنه، مگه میخوان چقدر به من پول بدن؟ پس این آدم دیگه رشد نمیکنه و همیشه وابسته میمونه.